سلام به همه دوستایی عزیزم، همراهان همیشگیمون. امروز بنا به درخواست متعددی که داشتیم باز اومدیم یک بار دیگه مسئله عوض کردن رمز و جیمیل اکانت رو بهتون آموزش بدیم. با توجه به عوض شدن سر و شکل سایت خواستیم یک بار دیگه این ویدیو رو قرار بدیم و اینکه خیلی ها هنوز مشکل دارن تو این زمینه که نمیتونن بنا به دلایلی رمز و جیمیل اکانت رو عوض کنن و خب خیلی ها به خاطر همین مسئله به مشکل خوردن. خب بریم برای شروع آموزش. ببینید در ابتدا در مرورگر خودتون profile.callofduty.com رو سرچ کنید. .com. خب وارد این بخش میشیم، وارد سایت میشیم، همون سایتی که در ابتدا برای ما میاد در ابتدای صفحه. در این بخش ما باید ایمیل آدرس خودمون رو و پسورد فعلی اکانت خودمون رو وارد کنیم. خب من الان وارد میکنم، چند لحظه صبر کنیم. خب این از این و این هم از پسورد. خب وارد میشیم. خب وارد صفحه بعدی میشیم. در صفحه باز شده فقط کافیه رو skip for now کلیک کنیم و وارد صفحه بعدی میشیم. در این صفحه گزینه اون پایین برای ما بعد از چند ثانیه نمایش داده میشه که ما باید بر روی accept all cookies کلیک کنیم و اون بغل اون سه خط رو که روش کلیک کنیم پایین گزینه میاد، ما باید روی پروفایل کلیک کنیم و وارد صفحه بعدی میشیم که همون صفحه عوض کردن پسورد و جیمیل. ببینیم تو این صفحه باید تو قسمت بیسیک اینفو وارد بشیم. خب اینجا میبینیم که الان ایمیل آدرس ما، فول نیم ما، پسورد ما و چیز دیگه هم که نمایش داده میشه هست و هر کدومشون رو اگر بر روی گزینه ادیت کنارشون کلیک کنیم میتونیم عوض کنیم. فقط یک نکته وجود داره، ما برای عوض کردن جیمیلمون وقتی که جیمیلمون رو انتخاب کردیم باید پسورد قدیمیمون رو وارد کنیم یا برای پسورد. ببینیم ما پسوردمون رو یه بار نیو پسوردمون رو میزنیم. ببین الان مثلا من میخوام پسورد جدیدم رو این قرار بدم. الان مثلا من پسورد جدیدم قرار میدم. خب این پسورد جدیدم، یک بار دیگه همون پسورد جدیدی که میخوام انتخاب کنم رو وارد میکنم. خب الان ما میریم تو قسمت بالا و میخوایم این پسورد رو سیو کنیم. رو سیو میزنیم و حالا اینجا باید پسورد اولیه و پسوردی که حالا روی اکانتمون بوده و الان میخوایم اون رو تغییر بدیم یک بار دیگه وارد کنیم، یعنی پسورد اولدمون رو باید یک بار دیگه وارد کنیم تا این پسورد جدید جایگزین پسورد قدیمی تر بشه. خب بعد از انجام این کارها رو سیو میزنیم و خوب میبینیم که مثلا جیمیل و پسورد ما تغییر پیدا میکنه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم هر جاشه که مشکل داشتین داخل کامنت برامون مطرح کنید. ممنون از اینکه تا این ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.